حضرت موسی فکر کنم اولین باری که بهش وحی شده بود به خدا میگه که ارنی، میگه خودتو من نشون بده. موسی میگه و خدا میگه لن ترانی، میگه هرگز نخواهید دید. که بعد سعدی اومد توی که از شعراش گفت چو رسی به طور سینا ارنی مگو بگذر که نیرزد این تمنا به جواب لن ترانی. حافظ اومد یه بیت به سعدی داد، گفتش که چو رسی به طور سینا ارنی بگو و بگذر، یا جواب دوست بشنو نه جواب لن ترانی. تو بسپر خودت میدونی، نه و آرشو ولش کن، حتی نش هم قشنگه، نه هم قشنگه، حرف زده بود. بعد مولانا میاد دیسمک عجیب غریب میده دیگه. ارنی کسی بگوید که تو را ندیده